من بلدم هستم. خوش اومدید به ویدیو دوم کنم. قربون دست تک تکتون برم که روی ویدیوی من زدید و بهترین بازدیدو گرفت. ببخشید چند روز نبودم، درس داشتم، مدرسه بودم، مریض بودم و با دو تا نولنس شبولترا. بفرما آقا. سلام، من امیر عباسم. السلام. این شورم که اسکل فلک میشناسی؟ سلام، من بنیامینم. خوش اومد به این ویدیو. بریم که ببینیم چه چیایی داریم که تست کنیم. آقا این ویدیو ترشترین چیزای ممکن هست که ما باید بخوریم. 7 آیتمه اون قرار پاره بشه. خب بریم واسه آیتم اول. سره میخوایم آیتم اول نوشیدنی کیکس مکس بلوبری بخوریم. اولش واسه شنبول طلا. شنبول طلا کدومه؟ شنبول طلا شمایی نولنزینه. نه ریزش. ما شنبول طلا زیاد داریم، داداش اینجا. دست شما در. آقایون داداش یا ایشالله بیمارستان دعوتیم. فکر نکن. 3 2 1 سلامت. آقایون داداش من عینکو بزنم داخل. این فقط گاز میده. آی من قیافه مچاله نشم میبازی. آها اینم گفتم هر کی قیافش مچاله نشه برنده میشه. بابا برنده چیه؟ جایزه چی داری؟ خودت اول کاری باختی. خب آقایان داداش ما یه لیوان دیگه بریزیم بخوریم، هیچ تأثیری نداره. آقا نولنزم واسه نولنزم بریز بنده خدا. تأثیری نداره. فکر نکنم داشته باشه. فکر نکن. داره؟ گمل عنکبوت رو پاته. آقا وای اینه معلم اینجا نو. خب ازش هستن؟ این آیتم خوب بود بعدی نبود. بریم واسه آیتم بعدی. باز کنیم ترشترین آب نباتی که من تو ملایه تونستم پیدا کنم. اونم با بدبختی. حاجی فکر کنم سر این اشکمون در میاد. ای نداره فدا سره. یکیش برای تو. حاجی دستم داره میلرزه. اون ول کن بذار بیفته. باز کنیم. کامل افتاد. فیلم بردار بیا اینو بیر. فیلم بردار بیا اینو بیر. ما طبیعتمون رو دوست داریم بچه‌ها. خب دیون 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 دیون. کلی آب نبات فقط نیفته. آقا بذار میکروفون بگیرم. ای خاک بر اون نه نمیخواد نخور. بذار یه آیتم دیگه بهش بدیم. یه دانه دیگه میدیم. آقا میخوایم صدای باز کردن بگیرم. اول مال خودم. مال من هم بکنم. بذار وا میشه؟ وا نمیشه دیگه. این پلاستیکه. بیار بابا. وقتی میگن حالا مال حاج ایرانی نمی. نخری. آقا حالا مال خودم. خیلی اوشگولید. اینجوری بازش کن. توشه؟ در به در وا نمیشه. وای باشه. وای کومیل سر این ویدیو رو نرفتتون. نخورده. بابا به من حاجی خیلی ترسه. به من شد. آی قشنگ اشک حسنای اشغالاتونو بندازی سلاش خالی. مزه کوکا میزن. کوکایی هستی. بعد این مدت شیرین میشه. بعد الان مدت میبینی یخ در بهش بوده. خیافت مثلا نشه. قشنگ بگیر فیلم بعد این مدت شیرین میشه. تند ترشه. ببخشید دقیقه میکروفونو بده. آقایون داداشی هیچ تأثیری نداره. بده من. هیچ تأثیری نداره، فقط شیرینه. نه اولش خوبه، وسطش خیلی ترش و تند میشه، آخرش شیرین میشه. شما قیافه منو دیدید دیگه.
یه زدم چروک نشد. سیکتیر بابا. لومسه بابا آقارش مثل کوکا میده. انگار داری آرمان خود کوکا رو داری میخوری. من یکی دیگه میخوای برات بخورم؟ این بنده خودم قبل از نوشیدنی چیز قهوه خورده فکر کنم سکته قلبی بزنه. تأثیری نداره. نه من اینجوریم یا شما؟ نکنه نه تأثیرات اول نه قبلش دیدیم خوردیم خوبه یه ذره ترشه. شیرین دومش ترش میشه. سر اول خوبه. دوم یه ذره ترش میشه. سوم ترش و تند میشه. و آخرش مثل کوکا میده. قشنگ انگار داری. بریم واسه آیتم بعدی. خب آقا ما می‌خوایم آیتم بعدی رو نگفتم. سرکه، لیمو، لواشک و زغالخته. شک داریم بچه ما اینجا. نمک داریم؟ نیاوردیم. نمک کجا بیاد؟ اشتباه زدم. بردنت. ما خواست یه قارچ بزنه 2 قارچ بزنه. بابا یا بسم الله. بچه ها یه شماره کارت بدید پول بیمارستانمون بریزیم. آقا یه پول بیمارستان به ما آقا برید. شماره کارت داده. بریز چنگالی چیزی نیاوردیم. ببخشید این سرکه رو بده من بریزم. سرکه رو خودم میریزم با دسته ناره. بابا خفه شو حیوان گم شو با این ریختنت. بابا دارم سرویسا به فلان 80% این کور میشی. نه بخوری با کون میدم بهت بذار بریزیم تو بعد سرکه میخوری نمیری آره آقا اینو فیلم بردار عجب این همونجور که شاهدی Just Friends ببخشید ما ساکو بودیم آیتما رو گذاشتیم همونجور که شاهدید صندلی هم ملایه نقل اینا بناز آشغالی یعنی موقع بناز آشغالی بابا آشغالی اونجاست بچه برید آشغالی بردارید برید انداز اینجا چاقو وای خب جا شما صحبت کن آقا این داداشی از صندلی هم ملایه لقه زنگ بزنید شهرداری ملایه بگید بیاد اینا رو درست کنه ما میخوام ویدیو بعدی هم بگیریم آرمان جان یه ذره تکون بده شما بفرما حرف بزن آقا بیامین آقا آرمان داره قلقل بازی میکنه. قلقل باز 80% بخون توش بده من تا قلقل بدم الان یه جور زرگری خدا خودش میدرسه اینو بخوره. آره خدا میگه از جهنم این اومده ملایه آقا بازش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته اینو بگیر باز کنید ببینم حضرت عباس جهنم آزادی Brother, باشه بلایی بیشتر تونده دا توش نه بدنم مون شد نگاه کنی لواشکش اصلا نیست. اصلا کم نگرفته بگیرش یکی زغالخته نه بالش داشتم تو لواشکش اصلا توش نیست. آقا راست نه میگی؟ یه ترکیب شیرین و سرکه و لیمو داره آره. بچه‌ها صبر کنید تا بچه‌ها ببینن. دلتون نخواد جاتون خالیه واقعا الان نه ما تهش نهایت بیمارستانی زغالختشم ترش نیست حالا من نمیدونم اینجوریم یا بچه ها اینجوری ببینم اینجوریه نه اصلا ترش نیست نه لواشکش نه زغالختش یه دقیقه میکروفون بده بفرما یه دقیقه بده نه ناز اصلا دیگه لواشکش رو تست کنه نه خوشمزه است. ملسه شیرین و شیرین یه لواشک شیرین بده خامه بده. یه شیرین تره بچه ها دستمونو کجا بشوریم سلامتی دوستان. دستمونو کجا بشوریم بده من بیم بده یه دقیقه اون برو رو بگی همینو مستقیم بریم مسجد بغل مسجد پشت ماشین آب هست به خدا همینو مستقیم بریم میرسیم مسجد که ماشین رو سانسور کن
آقا سن آقا من بفرما آقا. بریم واسه حاکم بعدی سیکی کنیم. هیچ با فنا میریم. نه ببخشید بذار. بریم واسه آیتما رو بده کلا این میکروفون رو بده. آیتم بعدیمون لیموه. بده من بریدن رو حس چی؟ صدای بریدن داشته باشیم. اول سرش رو میزنیم. نه نه گوه نخور. آباد بنده برد. دوستامو بریدم. نه بابا. آرمان جان برو که کمک کن جان کنم. چقدر تو آدمه. باشه بده من. پای بریدن آرمان. آقا بریم. میکروفون رو نصف نکنیم. خونه کار نمیکنه. واکنش رفیق. یه بار دیگه بگو. وقتی میگن تو خونه کار نمیکنه واکنش رفیق. آقا لیمو حالا باید لیمو. اصلا لیمو بعد بریم. بذارید یه دونه صبر لیمو کن. دیگه ببرید به منم این مال بدید. منه. داداش نخور وایسا با هم بخوریم. بچه شماره کارت بدیم. این تو رو اشکال نداره تو دو تا. آقا بده آقا ما هم بخوریم فقط این هستاشو دراریم. بده من اینا. من بخور. داد آقا این دو طرفه رو زدیم. بچه این نصفش وای. آقا آب بخور. آب بخور. من قیافم آقایون داداشی آرمان خودش میبازه و میگه نه من نباختم. نباخت. فکر نکنم ببود. فکر نه. ای بابا من نخورم. بعدی آقا. خدا در یه ده کار ما رو خراب میکنه. از میکروفون رو بده یه لحظه این میکروفون رو نه بدش خدا. بده من. ببر. اینجا رو داشته باشید. بچه من قیافمو نگاه نکنید تا من افتاده. برو به اون طرف خب آجی باز نشد. بوده شد. بده من تلاش کنم. کامل میگیم کامل شمول تلا باز کنه. بچه به من میگن امیر چی؟ امیر عباس. امیر واکن. دوست داری وا کنی ها؟ به صورت خیلی بهداشتی. بهداشتی. بهداشت 100%. 100%. حالا ببین با میشه. بلش کن. دب کن نه ای بازم بهداشت 100%. ما دو تا رفیقای بهداشت انجام دهنده. بهداشت ترین رفیقای من این بنیامین و کمیلن. اصلا آقا آقا سسش هم بریز. سس نداره. چاقو بریم چاقو بیاریم. ای ببخش من میکروفون رو بزنم. چاقو ببخشید من یه دقیقه آقا همینو که میبینید قرار امروز با این سس به فنا بریم ها. همینجوری ما به قیافه نگاه همینجوری ما رو نگاه نکنید. داریم پاره میشیم. چاقو آقایون داداشیا ولش کن. آقا آرمان چاقو آورد میخواست سر گوسفند ببره. ولش کن. آقا من گوسفند کجاست؟ آرمان گوسفند کجاست؟ عزیز ول کن. گوسفند ببره. بفرما. اینجا بگیر. آقا صدا ریختی. نریختم جی نامصب بریده نمیشه. بده من ببرم میشه. این دولایه‌ای عوض زد ببخشید دیگه اصلا کلا مادر آرمان میگه که تو خونه کار نمیکنه سر همینه. بنیامین تو نباید دو تیکه چرا همیشه تو باید دو تیکه بخوری؟ سوسش شما بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون عزیزانی که در این خاک سپاری یاری دادن. بسم الله. دیر گفتی
باشه هیچ تأثیری نداره دوستان. داخل بهداشت مدرسه اینجا فعالیت کنیم مثلا. فقط سسش سس اناره. سس انار نیست، آلبالوه. گوه نکن. آلبالوه راست میگه. آلبالوه. نکن. چرا فکر فکر کنم نکن. سسش آخه شما نگاه کن. بهداشت 200 هستن. بچه سسشو باید اینجوری بخورید. ببینید اینو باید بگیرید قشنگ فشار بدید تا ته بیاد بالا. دهن نزن. آلبالوه. اون یه کمش به فکر شیشم شد. آقا بنیامین هم میشناسید دیگه، خدا رو شکر. همه اصلا سلطان دو تا خوردنه. فلافلی دونون. تمام شبت چیز نمیگه. بابا جای جدتون رو نندازید. حالا خودم هم میندازم. باز هم میگم بهداشت سال هستم. اینا دوتا همش دارن آب میخورن. فیلمبردار شاید من یک قرونم آب نخوردم. این از نمای کلی سسه. بده من اینو ما گو میخوره. به والله که دورو میده. بذارش اینجا کامل بذارش اینجا. فشار بذارش اینجا. خب آقا کامل دست کی میخواد دستشو بشو؟ کامل دستشو. من بدنم آب خورده. اجازه سس بخوریم. اون دو تا رفیقم که سر شکم دعوا شده. بیا آب بده به من. آب بریزم رود آب من خیست کنم. خوردی. این بردار بریزم. بچه ها بریزم. ای خدا لیاقم. به والله قسم به طعم آلبالو میده. هفت میوه. خب خدا رو شکر بچه ها انشالله ما طعم 7 میوه. خب آیتم بعدیو بگم. این آیتم آلوش هست. آرمان جان صبر کن. بچه بده من. ببخشید دقیقه میکروفون رو میدی. جانم دقیقه میکروفون. کولش هسته است. بده به والله قسم بیمارستانیم ما. فکر نکن ماله. میشه بپرسم چه وایی داره؟ به هستش میزی. نه. آقا بعد بده. همه که خوردی. به من یکی دونه دیگه بده. عجب. به جاش سال هستن. جانو خالی. میکروفون رو نگیر. اینو بگیر. ببخشید اینجا یه مشکل فنی ایجاد شد. شارژ میکروفون تموم شد. حالا دیگه ما اینجا خداحافظی میکنیم. میذارم براتون. خداحافظ.